سال 1950 تابستان یک گروه هنرپیشگان تئاتر به نام لاوتی به سفر هنری به شهر قرآن تپه آمدند. آنها نمایش خودشان ارشین مال آلانی وزیر حاجی بیکوف را نشان دادند. ثانی به چند دیه ها رفتند. روزهایی که آنها در قرآن تپه کار میکردند، در تئاتر همین شهر یک زن جوان را تای چشم نمودند. این زن جوان خیری نظر و نام داشتند. با استادان تئاتر به نام لاوتی این اکتریس بسیار معقول شد. آنها دیدند که وی صاحب حسن و حلاوت می باشد، بسیار آواز نفیسی باریک دارد، بسیار صحنه زیب است. همین خیلی اکتریس در تئاتر آنها نبود. بنابراین آنها آرزو کردند که همین هنرپیشه نقض می شد که به تئاتر آنها کشیده می آمد و صحنه آنها را آرام می داد و نیت آنها در عمل تطبیق گردید. سال 1951 خیر نظر و با کار قبول شد و در سپیکتاکل های تئاتر آیسته آیسته این کس برآمد نبودند. سرکارگردان همین تئاتر یفیم استایچ میتلمن از دور این اکتریس جوان را مشاهده می نمود. روزی از همکاسبانش پرسید که من همین اکتریس نو جوان در رول جولیت میزیبد یا نه؟ و عادتی داشت که فکر خودش را یعنی آرزویش را در عمل اثبات کند، سنجد، فهمد که من خطا کردم یا نه خطا نکردم و همه او را دستگیری میکردند که یفیم سایش در حقیقت در همین دخترک، در همین زن جوان کدام یک صفتهای جولیت حس کرده می شود. لیکن این هنرپیشه جوان همه صنف هفتم را تمام کرده بود. یعنی نه اینکه دانشی مخصوص اکتوری بلکه حتی دانشی مکمل میانه هم نداشت. یعنی برای این نقشی کلان و بزرگ را با این هنرپیشه سپاریدن بسیار مهنت کردن در کار، بسیار مشق نمودن لازم است. لیکن یفیم استایچ از کار نمی ترسید و یک چند سال پیش همین حالت را، همین سنجش را از سرش گذراندگی بود. وقتی که سال 1947 فاجعه شکسپیر رومیو و جولیت را تئاتر به دست گرفت، تیار نمود برای رول رومیو در هیئت ایجادی آدم یعنی اکتور جوان پیدا نشد. لیکن وی میتلمن سال 46 در شهر استالیناباد وقتی که تئاتر شهر خاروق برآمد کرده گناهکاران بیگناه استروفسکی را نشان دادگی بود، من در همین سپیکتاکل در نقش نیزناموف علی نظر خوجایف را تای چشم نموده بود که این اکتور خرابک که نازک اندام به همین رول در همین رول بسیار زیبیده بود و همین اکتور را سرکارگردان دعوت نمود، با کار قبول شد و یک سال قریب همراه وی کار کرد و در حقیقت سال 47 وقتی که بار اول رومیو و جولیت نشان داده شد، در صحنه ما یک رومیوی نو، اولین رومیوی تاجیک علی نظر خوجایف پیدا شدند. لیکن این اکتور
азобу машаққати дур дарозро дар ҳамин театри пойтахт аз сар гузарондагӣ буд ва таҷрибаи бо актёри ҷавон кор кардан дар вуҷуди Миттелман як орзу ҳаваси навро ба вуҷуд овард ва ӯ хато накард. вақте ки машқҳо оғоз ёфтанд, дар ҳақиқат ин актрисаи ҷавон бисёр аломатҳои хуб, сифатҳои хуб зоҳир намуд. аввало ин ки вай бисёр муносиб буд. охир Ҷулиетта ин 15-16 сола ҳамин хел як духтараки ҷавон ки бори аввал дар қалби вай алангаи ишқ хуб реша медавонаду вай Ромеоро тасодуфан дар базме ки дар хонаашон барпо гардидагӣ буд дида ошиқ мешавад. ва азбас ки ду қабилаи Капулетто ва ҳам Монтеки чандин сол боз ба ҳамдигар душман буданд, хусумат доштанд, ҳамдигарро бад медиданд, ягон алоқае надоштанд. хуб ва қаҳрамонҳо аз ду қабилаи душманҳо, яке аз қабилаи Монтеки Ромеото ва Ҷулиетта аз қабилаи Капулетти мебошад ки якҷо шудани инҳо ҳеҷ мумкин нест. падару модаро розӣ намешаванд хуб ҳеҷ гоҳ ва инҳо рустӣ хуб ба калисо рафта ақди никоҳ мебанданд. мана ҳамин хел як қаҳрамон як қисмати духтарчаро дар саҳна нишон додан барои Хайриназарова ин образи бисёр дастрас буд. ба ғайр аз қаду қомати нозуки он кас, чеҳраи бисёр нуронӣ, чеҳраи зебояшон, овози бисёр форами нафис, табассуми малеҳ, як бисёр сифатҳои дигар ҳам доштанд ки онҳо ҳоло нуфта буданд, ҳоло онҳо дар хоб буданд, онҳоро кушодан лозим буд. барои ин як режиссёри зӯр даркор ки ин ганҷинаро бояд кушода ба тамошобин диҳад. ва вақте ки Миттелман машқҳоро оғоз намуд, ин актрисаи ҷавон ки дар музофот дар муҳити ҳамон замон тарбия ёфтааст бисёр шарм мекард. хуб ин одати шарқӣ пою дасти вайро баста буданд ва саҳнаҳое ки вақте ки Ромео наздик мешаваду хуб Ҷулиеттаи худашро бӯса мекунад, актриса зуд лабонашро баста бо дастонаш имкони наздикшавии актёрро маҳрум менамуд ва режиссёр дар қаҳр шуда хуб ба ғазаб меомад ва актриса гирён шуда паси парда мерафт. хулоса мана ҳамин хел ҳодисаҳо тез рӯй медоданд. яъне гуфтан мумкин аст ки актриса аз хона гирёну аз театр гирён ба хона меояд, дар хона бошад шавҳараш хуб вайро таъна мезанад ки ту дар як спектакле баромад мекунӣ ки дар онҷо бӯсабӯсию ишқварзӣ аст. ман ин хел нақшро ба ту раво намебинам гӯён хашму ғазабашро ифода мекард. мана ҳамин хел аз бо ашкҳои хушк нашудааш боз ба театр медавид. ҳамин тавр қариб 1 сол онҳо машқ карданд. ҳатто ҳайати эҷодӣ ба дамгирӣ баромаданд, ба рухсатӣ рафтанд. аммо Миттелман иҷозат надод ки иҷрокунандаҳои нақши асосии Хайриназарова ва ҳам Алиназар Хуҷаев ба рухсатӣ бароянду дам гиранд. гуфт ки не, шумоҳо мемонедтон, кор мекунем. ва худаш ҳам дам нагирифту ҳамроҳи инҳо кор кард. ва кор албатта заҳмат, ҷустуҷӯ албатта натиҷа метиҳад. хуб аз чӯби хушк ҳам овоз мебарояд. хуб мана ҳамин тавр дар натиҷаи машқҳои дуру дароз, заҳматҳо, дар натиҷаи дониш додан, тарбия намудан меҳрубонона, бо диққат, эҳтиёткорона, бо сабру тоқат
خب با شاگرد مشغول شدن برای میتلمن البته خاص بود و این کار را بسیار دوست می داشت. اکتر را تربیه میکرد، یاد میداد چطور مغز رول را کشادن در کار، چطور به باطن قهرمان در آمدن در کار، چطور همه صحنه ها را از باطن، از دل و جان بازی کردن لازم است. همه من همین نازگی های صنعت را این سرکارگردان پرطاقت یاد داده می توانست و نتیجه هم به دست آورده می توانست و نتیجه وی 23 فوریه سال 1953 وقتی که نخست نمایش وریانت دوم سپکتاکل رومیو و جولیتا نشان داده شد در صحنه تئاتر لاهوتی به نظر رسید. همونجا من هم در تالار حضور داشتم و دیدم که در حقیقت در صحنه ما یک اکتریس نو پیدا شده است و بسیار زیبنده بود. بسیار صفتهایش محض به جولیتا منصوب بود. جولیتا یکم ما این البته صافیه خان تویبایو بودن که سال 47 برآمد کردن. اون کس استاد، اون کس بسیار ماهر بودن، بسیار انکشاف ابراز را عجایب ifade کردگی بودن. لیکن صافیه خان در سن 34 سالگیشان این نقش را بازی کردن و البته سن سال اکتریس را اندک به یک قالب معین در آورده نمیتواند. با وجود همین خود صافیه خان بیوسته هنگام مشق‌ها اشتراک میکردن، بسیار چیزها را از تجربه خودشان به این اکتریس جوان یاد میدادن و همراه کارگردان گفتن ممکن است که در صحنه ما یک جولیت نو پیدا شد. صحنه هایی که در پرده های اول میگذرند در حقیقت ما یک جولیت 15-16 ساله را میبینیم که بار اول در قلبش علنگه عشق شعله دوانده است و بال پر میزند و تیزتر به آرزویش رسد. لیکن در صحنه های من بعد وقتی که جولیت زن رومیو می شود و بسیار فاجعه ها را، مرگ عمکش تیباد را از سر می گذراند، از شهر بدرغه شدن رومیو را می شنود، می فهمد. خلاصه بعد این حادثه های سخت قهرمان خیر نظر و چندان تغییر نمی یافتند. یعنی گفتن ممکن است که سبزش ابراز اندک پیشوا می خورد. نو صرف نظر از همه همین در پیس مرگ به محل دو جوان که باعث خصومت دو قبیله گردید، این در این سپکتاکل آواز خیلی بلند برداشت. در حقیقت وقتی که در آخرین پرده جولیت خیر نظر و رومیو علی نظر خوجایف از نادانی و بی‌معنیگی این ضدیت دو قبیله هلاک می‌گردند، کس به یک خلاصه می آمد که این عصر میانه چقدر یک عصر فی‌عدلی پر دهشت بود است که از نادانی دو جوان قربان می شوند. بعدتر سال 1963 وقتی که تئاتر به نام لاهوتی باز بر رومیو و جولیتا رو گرداند و این سپکتاکل دوست داشته مردم را از نو تهیه نمود، از نو نشان داد و در رول رومیو اجرا کننده نو محمود جان واحدوف را تیار کرد. باز همون جولیت پیشتره ما خیر نظر و زیب صحنه بودن. اکنون اکتریسه که در این سالها خیلی پیشرفتگی بود، خیلی به درجه بلند رسیدگی بود، مهارت به دست آوردگی بود. اکنون این جولیت برای بخت و برای سعادت خودش مبارزه میبرد. یعنی همون مبارزه که در وریانت سال 53 اندک سستر ifade یافتگی بود، اکنون
اکنون با تمام آواز صدا میداد. یعنی اکتریسا امکان پیدا کرد که تمام پست و بلندی های انکشاف ابراز خودش را نشان داده تواند. همین طور اکتریسای ما در هر یک سپکتاکل کس یک نویگری به دست آورده توانستند. سال بعد رومیو و جولیت یا همون سال 53 تئاتر با ناموس نام اثر شیروانزاده یعنی درامانویس ارمن مراجعت کرد و این پیسه که آهنگش مضمونش با حیات مردم ما نزدیک باشد آن را نشان داد. باز در اینجا دو دلباختگان سیران و هم سوسن، دو جوان از دو همسایه، آنها به وصال یکدیگر نزدیک می شوند، لیکن عرف و عادت های کهنه، عنعنه های کهنه در سر راه حیاتی بخت آنها مانعگری سخت می شود و قهرمان اساسی سوسن دخترک در آخر اثر قربان می گردد. این قربانی یعنی باعث نافهمی و باعث اسیر بودن پدران مادران که با روح اجتماعی و جمعیتی همون زبان خودشان حیات بسر می بردن، تابع رسم آیین‌های کهنه قفا مانده بودند، سببگار این بدبختی ها می شوند. عیب آنها هم در آن که آنها کور بودند که این ضدیت ها را نفهمیده با این بدبختی راه گشادند. من در این دفعه هم سوسن در اجرای خیر نظر و بسیار دلکش بود. بعد دیگر رول ها پیدا شدن و هر یک رولی که این اکتریس اجرا می نمود البته برای و یک پیشروی بود. سال 1957 تئاتر باز به آثار شکسپیر مراجعت کرد. این سفر شاه لیر به دست گرفته شد. شاه لیر نسبت به همه فاجعه های شکسپیر بسیار اثر بزرگ و هم بسیار مرکب می باشد. مرکب برای آن می باشد که شکسپیر در اینجا یک دوره کلان زمان خودش را نشان می دهد و قسمتی چندین قهرمان ها را در انکشاف تصویر می کند. نه تنها قسمتی شاه لیر بلکه قسمتی گراف گلوستر هم برابر همراه شاه لیر انکشاف می یابد. دو پدر، یکی از سه دخترش می رنجد و از دو دختر کلانیش بدبخت می شود و دوم گلوستر از پسر غیر نکاحیش ادموند به فاجعه ها نائل می گردد. من همین دو ابراز اساسی شاه لیر و هم گراف گلوستر از اول اثر تا آخر آن ادامه می یابد. در پرده اول وقتی که شاه لیر که پیر شد از 80 گذشت وی ملکش را به 3 فرزندش دختران عزیزش تقسیم می کند و به هر کدامشان بسیار یک جاهای خوب را یعنی ملک کلان را تقدیم می کند و دختر کلانی کوردلیا، دختر کلانی گونیریل و دختر میانه رگان، هر دوی آنها در این معرکه در این جمع آمدی با شکوه برآمد کرده از حد زیاد عشق خودشان را نسبت پدر وصف بنمایند. دروغگویی آنها در قلب ناساز آنها افاده می یابد. فقط دختر خردی کوردلیا در اجرای خیر نظر و که پدرش وی را بسیار دوست می داشت، این فرزند کنجکی را آخرین را
گپ یافته نمیتواند و این میگوید که دادجا من شما نغز میبینم تمام دیگر سخنهای بافته ساخته که خواهر کلانی میانه و زبان گرفتگی بودن این سخنها را و تکرار نمی کند و لازم هم نمی شمارد و از صمیم قلبش روی راست میگوید که من دوست میدارم تمام من در همین جا تمام وجود وی گوید که افاده یافته بودن لیکن شاه لیر در غضب می شود که گوید که وی دخترش با وی محبت گوید که نداشته باشد و در غضب شدش دخترش را عاق میکند دخترش را از دربار پیش میکند شاه فرانسه یک شاه جوان که در همین جمع آمد حضور داشت و را به زنی میگیرد و به فرانسه میبرد خب بعد در پرده های دیگر خب آیسته آیسته تمام نغمه های بدکرداری های خواهر کلانی و میانه در عمل تطبیق مییابند من همین رول دختر خردی کوردیلیا باز در اجرای خیر نظر و بسیار برجسته برآمد کرد برجسته برآمد برای آن که اکتریس نهاد پاک قهرمانش را در پیش درباریان پرره گشاده توانست در این دخترچه خیلی نازکی مویهایش بسیار زیبا لباسش هم بسیار خوشروی یک نفاست یک ملاحت مخصوصی حس کرده می شد و در صحنه‌های آخرین وقتی که کوردیلیا قوشونهایش را جمع کرده برای مدافعه پدرش برمیگردد و پدرش را از دست دشمنان خلاص میکند و بعد قربان میشود در این صحنه ها هم قهرمان خیر نظر و بسیار هم دلکش و دلربا و نسبت پدر یک جهان محبت مهر و نوازش افاده کرده میتوانست نه تنها در کلاسیک جهان بلکه در کلاسیک ملی هم اکتریس образهای خاطرنشین آفریده توانست. سال 1957 تئاتر به نام لاتی بار اول با بوی و خدمتگار حمزه حکیم زاده مراجعت نمود. بوی و خدمتگار چندین سال در صحنه‌های تئاترهای ازبکستان نشان داده میشد و سال 41 در صحنه تئاتر خوجند هم تماشا داده شد. لیکن حالا از روی این اثر خیلی خوبی حمزه حکیم زاده نمایش نغز تاجیکی به وجود آورده نشدگی بود. اکنون که سال 57 تئاتر به نام لاهوتی به این اثر مراجعت کرد و البته استادای بسیاری را تربیت کرده بود، همه آنها برای آفریدن این سپکتاکل مستحکم کمر بستند و یک سلسله obrazهای بسیار هم برجسته آفریده توانستند. هم قاسم در رول صالح بای، هم صافیه طیبای و در نقش حاج آنه، هم توتی غفار و در نقش خانزاده و خلاصه همه استادایی که در این سپکتاکل بند بودند، همه آنها بسیار مغز اثر را تأثیر بخش افاده کرده توانستند و در رول اساسی جمیله که قسمت وی از آغاز اثر تا آخرش ادامه می‌یابد خیر نظر را برآمد کرد. اکنون وی اکتریسه سال 53 نبود، وی اکتریسه که در این مدت خیلی پیش رفتگی بود، خیلی سبزیدگی بود. وی برخورد شدیدی دراماتورگی حمزه حکیم زاده را از تمام قلبش حس کرده می توانست. پرده یکم سپکتاکل بوی و خدمتگار همین خیلی ساخته شده است که ما در حواله بوی بسیار شاهد بسیار فاجعه ها بدبختی ها می بینیم. در همین جا گلبهار
فرزند خودش را به طهارت شستنی می شود و خانزاده آب گرم را جوشان را آورده در آنجا پنهانی می ریزد و پسرچه‌اش قربان می شود. بعد خود گلبهار از ضربه های سختی بای به خشم آمده و ناامید شده خودش را به دار می آویزد. خلاصه همه همین بدبختی ها به کلین جوان زن غفور جمیله تاثیر میکنند و قهرمان خیر نظر و در آخر پرده به سر دل شوهرش دستانش را گذاشته با تمام درد و حسرت بگوید که تیزتر من را از این دوزخ خلاص کنید، به یگان جای دیگر گرفته برید، من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. یعنی معلوم می شود که جمیله که نمکک عروس شده است و نمکک در همین خاندان همراه شوهرش خدمت هم میکند، این دختر، این زن جوان میخواهد از این بلا تیزتر خلاص شود و همراه شوهرش به یگان کنجک روی دنیا رود و آسایشته حیات به سر برد. لیکن وی از این دنیای بدبختی، از این جهالت، از این ظلم و ستم خلاص شده نمیتواند. من همین قسمت بدبختی جمیله را اکتریس بسیار خوب تاثیر بخش افاده کرده توانست. در صحنه که خانزاده جمیله را همراهش گرفتن به پیش قادر خل به پیش برادرش می آورد و از وی راه نجات می جوید و قادر قل خوب به این زن جوان با چشم بد نگاه می کند. در این صحنه قهرمان خیر نظر و حیرت آور بال و پر می زند و وقتی که پریستاف می آید و حکم می برارد که غفور باید به درخه کرده شود، به زندان گرفته شود و به روسیه فرستاده شود. در این صحنه ها قهرمان خیر نظر و به پیش پای این جناب سر خم نموده زاری تولا میکند که شوهر بیگناهش را از این بدبختی نجات دهد. حتی فرنجی از سرش میغلطد و این زن برای این زن فرقش نیست. و زاری تولی خودش را دوام میدهد و نمیداند که در اینجا آدمان بیگانه حضور دارند. برای وی مهم است که این آدم کلان منصب زاری تولی و را حس کند و شوهر بیگناهش را از دست این جلادان خلاص کند. و در صحنه آخر هم وقتی که وی مجبوراً زن بای می شود و وقتی که وی را به بغل بای تیله می دهند و وی مجبور می شود که سر فرارد و زهر می نوشد و بعد در را کشاده به دالان می براید و در دالان منالوگ آخرین خودش را قهرمان افاده می کند. تمام چیزی که در دستش می افتد همه این چیزها را می پرتاید و با تمام غضب، نفرت نسبت به این دنیا، به این دنیای بیرحمانه، به این آدمان ستمگر لعنت میخواند. همه من این لحظه های دراموی اثر برای تماشابین بسیار تاثیر بخش بودند. عموما سپکتاکل یکی از بهترین شاهکاری های این رژیسور با استعداد ما حاج قل رحمت الله می باشد که زیاده از 20 سال صحنه ما را آرا دادگی بود و بازی خیر نظر و برای دیگر اجرا کنندگان جوان تئاتر یک مکتب گردیدند، یک عبرت گردیدند و آنها انعنه کشادن حالت روحیه قهرمان را از همین اکتریس یاد گرفته ادامه دادند. خیر نظر و نه تنها در درامه های امروزه و
اثرهای کلاسیکی برآمد میکردند، بلکه اون کس حتی در سپکتاکل هایی که در اونجا بسیارتر بحث و مناظره فکری در مد اول گذاشته شدگی بود، من همین خیل رول ها هم نصیب اون کس گردید و اون کس این خیل رول ها را هم در تجربه خودشان بار اول مشق می نمودند و در صحنه نشان می دادند. من همین خیل یک رول این انتیگونه انوی بود. انوی این درامانوی نویسی سالهای 1943 فرانسه می باشد که در دوره های که فاشیسم در فرانسه را اشغال نبود. من در همین دوره های مدهیش این درامانویس با انتیگونه سوفوکل مراجعت نموده این اثر قدیم یونانی را از نو معنی داد نمود. اکنون همون قهرمان هایی که 2500 سال پیش در اثر سوفوکل عمل میکردن، اکنون به طرز دیگر همون سوژت را افاده میکردند، لیکن بسیارتر درباره فکر و اندیشه های خود بحث میراندند. یعنی گفتم ممکن است که این درامای اینتלקتوالی، درامای عقلی، درامای معنوی می باشد که در اینجا نه این که بسیارتر اضطراب و هیجان، بلکه بیشتر سخنرانی اکتور، بیشتر در بحث و مناظره ها فکر قهرمان را در مد اول گذاشتن هنرپیشه اهمیت پیدا کرده بود و خیر نظر و با همین مواد نوی دراماتورگی مراجعت نموده، یعنی سر و کار پیدا کرده در آفریدن نقش یعنی مرکب هنرنمایی نمودن. سپکتاکل سال 1973 در شهر مسکو روزهای سفر ایجادی تئاتر در صحنه تئاتر خرد نشان داده شده بود و همان سال بعد با انجام رسیدن هنر ارتستای تئاتر به نام لاهوتی محاکمه سپکتاکل های در سفر ایجادی نشان داده شده برپا گردید و بسیار منعقد های زبردست مسکو برآمد کرده در محاکمه من همین هنر خیر نظر را قید نمودند. بعضی نارسایی های که در سپکتاکل بود آنها این را هم قید نمودند، لیکن گفتند که انتیگونه در اجرای خیر نظر و یک کبوتر بی‌پناه، یک کبوتر بسیار نازنین می باشد که برای فکر خودش را تصدیق نمودن از هیچ چیز نمی ترسد، بالو پر می زند، با کریانت و امکش و پادشاه حاکم چنان بحث مناظره می راند که بحث مناظره وی در این مسابقه حتما برای دختر غالب بودن او را اظهار میکند. یعنی انتیگونه برای فکر خودش را تصدیق نمودن و در هیچ یک سستی یا اینکه پیشواخوری اندرمان نمی شود و تا آخر ایستادگری خودش را اثبات نموده می تواند. من همین گفتم ممکن که صفت قهرمانی را در یک دخترچه نشان دادن در بازی خیر نظر و ظهور داشت و اکتریسه این صفتها را با هنر خودش تجسم نموده توانست. خیر نظر و البته برای ما این همان سالها یک بازیافت بزرگ بود. بازیافت بزرگ برای آن که اکتریسه هایی که در رول های جوانان برآمد میکنند کم بودند و خیر نظر و برای تئاتر در اجرای رول های قهرمان های جوان بسیار عین مدعا بود. حتی در بعض سپکتاکل هایی که چندان مواد بسیار برجسته نداشت، چنانچه در امتحان در نقش دانشجو عدالت
چنان دلفریب، چنان دلچسب بود که هر پیدا شدن این قهرمان برای تماشابین یک خرسندی بود. این خیلی ابرازها هم در حیات و عشق انصاری آفریده شد و باز در چندین سپکتاکل های دیگر